رفتم و پشت شده بچه من رفتنیستم. این بسیار مسئولیت داره. هر کسی کار کرده نمیتونه والله یک روزی کار کس پیش برده بتونه. خب بازم پشت نظر تر از گفتنه بشه که اگه مردم به من رای داد با کدام کار شوم یا کاندید ریاست جمهوری رو من ببرم با رئیس جمهور شوم بچه ما کار به اهل کار بسپرم. تشکر احساسات گرمتان. هر کس هر سویه شدیده برش کار بیتم. از بعد دیگه کیست و قوم پرستی ها بهش نخواد کدام. یک سه تا خسر بریم است که شمسیدین است که همه تان بشناسینش که کتبه گرچی که خوبم نیست مگم بازم با دیده نمیتونم که پریشان باشه که فعلا تکدار نسوار است که اونم من میخوایم که وزیر تجارت بسازم. دلمی تجارت نسوار جهانی بسازم. در قدم اول اگر بشوم اولا خدا نکنم و نمیتونم مریض استم اینه به نواسه معلوم است که یک روز جور استم و 10 روز دیگه ناجور. یکی عینودین خسربری دیگه بس با بیننگه است پورم من زیاد دوست دارم گرچه که قاچاقبر است اما آدم بد نیست. اول نفره در جایداد میرسانه باز پیسه میگیره. اونم میخوایم که وزیر مواد مخدر بسازم. چرا کی با این مردم ها ارتباط داره و بلدیت خاص داره. چرا این کار به اهل کار سپرده شد و لیسودین خسرگره خوردم از کو پسکورکیست. خدا بخش خسرم او را پسکورکی صدا میکرد. کو کمیشن کاری میکنه. ما اینه بیره بخواستم که وزیر کار امور اجتماعی کنم که هم بلدیت داره و دسترسی داره در این کارا. اول خو عذر خدا بکنم که کار بسیار کار مهم است بسیار سنگین است. من این سنگ بالا کده نمیتونم. خدا کنه که جواب سوالتان داده تانستم. متخصص های قند باز ما نواسی کاکای تیتشا اینا خیلی هستم و یک سوال از پیش نواسی تان دارم اگه اجازه تان باشه. اجازه است تک بچه دیگه تو من طرف از خارجی دیده دیگه مارسته نکو یک سوالی دو سوال دیگه کده میره او خدا دفع ما نمیفهم اونو گفته میره. خیر است متخصص های یک سوال از نواسی تان دارم اجازه تان خواست. خب مشتبه جان قسمی که ما خبر داریم و وطندارای ما را خبر دارن که چند وقت پیش متخصص های سر کدام موضوع دوزه عرض کرده بودن که باز شما را زخمی انداخته بودن و دروغتان افشا شد که نیروهای پلیس تحقیق کردن دروغ شما افشا شد و تو جور بدی. باز وقتی که از پیش خودت پرسان کردن که چرا خودت زخمی انداختی خودت گفتی که مرا کاکا بابی میاد داده. علت ازی چی بود؟ در می رابطه یک روشنی پرت از خیره. بیشی سعیست 2 دفعه 3 دفعه سوال کرد. تشکر از سوالتان. اگرچی جایی که کاکا بابی باشه گپ زدن به من بیادبی است اما به خاطر گپتان در زمین نفته جواب میتم و شما ارز کنم که تک مدکر شو این مرده من نمیشتازی که در خبیر بوی بیپاله بگو تک مدکر شو بگو ما نکردیم. هیچ وقت کاکا بابی ما را یاد نداده. هیچ وقت ما را کاکا بابیم غلط کاری را یاد نداده و یاد نمیته. کاکا بابیم یگانه چیزی که بدش میاد تقلب فریبکاری است. از یک چیز که بسیار بدش میاد این خود دروغه. هیچ وقت کاکا بابیم ما را فریبکاری را یاد نداده و یاد نمیته. دیگه من هیچ کس حق نمیتم که از کاکا بابیم سر کاکا بابیم تومت کنه. بس خلاص. En befektes kurdes mening Charles dessa ki vele golan zo edo for dos mero ki goed dan vol misenem en zo rare komen die mensen zijn gezeide et de fengses Joanna. Thank you. En dat befektes kurdes are too. Thank you. این ارقام رو بیگپ بزنه من گرچه که انگلیسی را کیجیگی کنم بفهمم اگر بی آدم و لبز شرف کس هست اینجا که ارقام رو بی بفهمم برای من گپ از این ترجمه کنه. ببخشید متخصص مفهومی مایی که سلام احترام تقدیم میکنم. متخصص نتاجان هستم از بخش دری اخبار خجالتی. بسیار خوب فرمایید. گرچه من رسما در کنفرانس مطبوعاتی شما اشتراک ندارم اما من میخوایم که سوال اندسپکتس ونستایز به شما ترجمه بکنم. بله گرچه که من خودم انگلیسی بفهمم اما ارقام رو میره قدر بلد نیستم. فرما ندارم. بکنم که یکی از شهرهای افریقا شاید باشه. احتمالاً متخصص محترم اینا از شما سوال کردن که یک زمان
شما در جمعی از جوانات تشریف داشتین و ازرار مواد مخدر برای جوانات تشریح و توزیع میکردین. دمی جریانی که شما ازرار مواد مخدر برای جوانات تشریح و توزیع میکردین، میگن که دمی جریان از آستین خود شما 5 تلی چرس پایان افتاده. آیا این واقعیت داره یا نداره؟ استغفرالله برای خدا. نطاق جان بسیار تشکر که ارخام رو میره برای ترجمه کنی اگر این گپ اینا رو نمیفهمیدم. خب برادر، ما که نمی تمام سوالایی را که شما کردین ما که پیش خود فکر کردم پیش ما یک توته است، یک بوتان است. برای خدا من چطور این کار کردم احترام؟ در هر جایی که رسیدیم برای همه وطنهای خود گفتیم که بلیاز خدا نه مواد مخدر استفاده نکنین که زندگی تا تمام شه. تا دیدیم که قوطی نسوار در جیبشان بوده، قوطی نسوار که دیدیم بسیار رنگ بردیم، گفتیم اینا دندانای تا خراب میکنه، چشمای تا خراب میکنه، مرض معده برات، تکلیف معده برات پیدا میشه. اگر نگفتیم شما شاید یک جای امرای من برابر شده باشین، شوریده باشین. جدی شدم. بسیار میبخشید، با گای جدی میشم، اما ما این کار نکردیم. هیچ وقتی کار نکردیم. من چطور اینطور میکنم که مواد مخدر پیش ما باشه؟ باز چند تلی گفتن؟ 5 تلی گفتن. 5 تلی گفتن. از برای خدا و 5 تلی چند چطور در جیب ما می باشه؟ دروغ محض است. دروغ سر ما بوتال کردن، توطیه کردن. 5 تلی نبودن، 1 تلی بوده. کوره من برای دیدن یک مریض میرفتم، اما 1 تلی هم نبوده. تشکر از احساسات گرمت ها. تشکر. دیره من نه دیره من. Thank you very much. تشکر. بسیار تشکر. خدا کنه که جوابای سوال تا گرفته باشید. تشکر. دیگه حوصله ندارم. پن بنا